وسیله بعدی یه ماوسه که به اعتقاد خیلی‌ها کاربردی‌ترین ماوس دنیاست. Logitech MX Master 3S. البته باید گفت بهترین بود، چون چند وقت پیش لاجیتک در اقدامی مشخصا بر علیه من نسخه جدید این ماوس یعنی MX Master 4 رو عرضه کرد که البته میشه گفت تفاوت اصلیش فقط اضافه شدن هپتیک فیدبکه. MX Master 3S ماوسیه که صداش 90% از ماوس‌های معمولی کمتره. تا 1000 صفحه اسکرول میکنه، طراحی ارگونومیک فوق‌العاده‌ای داره، همزمان از طریق بلوتوث به 3 دستگاه مختلف وصل میشه، باتری بی‌نظیری داره که از طریق پورت USB-C شارژ میشه و سنسور اپتیکال با دقت 8000 DPI داره و حتی روی شیشه هم کار میکنه. قبل از MX Master یه ماوس ساده شیائومی داشتم که از فاصله بیشتر از 50 سانتی متر تا دانگل کار نمیکرد و اعصاب خورد کن شده بود. خواستم میخورم جایزه بدم و یه چیز بهتر بگیرم و گفتم بذار یهو تا ته خط برام ببینم یه وسیله ساده چقدر میتونه خفن باشه که دیدم خیلی. با اینکه برای کاری که من دارم میکنم اوورکیل محسوب میشه و واقعا با ماوس‌های ارزان‌تر هم کارم راه میافتاد، اما از خریدش بی‌نهایت خوشحالم. این ماوس قابلیت‌های زیادی داره که شاید بعداً سر فرصت راجع بهشون صحبت کنم.